وزارت مهنت روسیه می‌خواهد با طرح قانونی نو شرایط بود و باش و کار مهاجران را دشوارتر کند. طرح پیشنهادی وارد نمودن تغییرات یکباره به 2 قانون روسیه را در نظر دارد. تغییرات نخست تهیه یک فهرست یگانه مهاجران کاری را در نظر می‌گیرد. طرح دوم پیش بینی می‌کند که کار مهاجران در یک چند ساحات در روسیه عموما منع کرده شود. همکارم عبدالله اشورов این موضوع را تحقیق کرده است و حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام. عموما منظور وزارت مهنت روسیه از این اقدام چی است؟ سلام شلا. وزارت مهنت روسیه معمولا تلاش میکند از حقوق کاری شهروندان این کشور را دفاع کند. از این رو سر چند وقت این اداره تشبس‌های را روی دست میگیرد که با این و یا آن واسطه حقوق مهاجران کاری را در این کشور محدود میکند. این بار وزارت پیشنهاد دارد که در روسیه فهرست یگانه مهاجران کاری تشکیل شود. طریق این فهرست این وزارت میخواهد فهمد که مهاجران کاری بیشتر در کدام عرصه ها مشغول کارند و آیا امکان شهروندان خود روسیه را به کار جلب کردن هست و یا نه. پیشنهاد دوم محدود کردن فعالیت مهاجران در بعضی از عرصه ها است. یک لحظه عبدالله، میشد مشخصا بگویی که از کدام راه این وزارت فعالیت مهاجران را میخواهد محدود کند؟ حالا مهاجران در روسیه با گرفتن پتنت میتوانند به این یا آن کار مشغول شوند، اما وزارت مهنت روسیه پیشنهاد دارد که نامگوی فعالیت‌هایی که طبق پتنت مشغول شدن ممکن است محدود شود. یعنی به مقامات شهر و ولایت‌های روسیه امکانیت داده می شود که فرض کردیم در قلمرو خود فعالیت مهاجران را در ساحه مسافرکشانی عموما منع کنند. یعنی برای مسافرکشانی به مهاجر پتنت داده نمی شود، یا مثلا برای سودا، تعمیر خانه و دیگر کارها. ضمناً در بعضی از ولایت‌های روسیه الکی چنین مثال‌ها وجود دارد. چند از ولایت‌های روسیه تاکنون هم فعالیت‌های مهاجران را در بخش مسافرکشانی، سودا و برخی از ساحه‌های درآمدناک دیگر منع کرده‌اند. اکنون فهمید شد. تشکر عبدالله برای شرح موضوع.